من خدمت خواهرها عرض میکنم که صدای مرا میشنوند. خواهر عزیز من، خواهر مسلمان من، خواهر با عفت من، خواهر با حجاب من، خواهر مسلمانه که در کانون خانواده مسلمان بزرگ شدی، زاده شدی، پشت اندر پشتت مسلمان است. این همه بی‌حجابی ها چرا؟ این همه برهنگی ها چرا؟ این همه گشت و گذارهای بی مورد و بی موجب در بازارها چرا؟ این همه عشوه‌گری ها و خودنمایی ها چرا؟ تا به کی حجاب که میراث ارزشمند اسلاف ما، بزرگان ما، عایشه و خدیجه و فاطمه و این و آن به تو مانده را زیر پا میکنی و با عشوه‌گری ها و خودنمایی ها و خود آرایی هایت زندگی یک جوان مسلمان تغییر میدی، آبروی خانوادی مسلمان میبری. تا به کی بی حجابی؟ تا به کی بی عفتی؟ مگر این فرموده رسول محبوب عالم جناب محمد امین صلی الله علیه و سلم را نشنیده که دو صنف از بندگان الله متعال از امت من وجود دارند که جنت برویشان حرام است؟ یکی از او کسایی اند که موهای خود را بر بالای سرشان بسان کوهان شتر بلند میکنند و بندگانی که کاسیات عاریاتن، لباسداران برهنه که لباس بتن دارن ولیکن از فرط نازکی و چسبندگی ازی حتی اندام بدنشان معلوم میشه. چرا این همه جسارت و گستاخی؟ چرا این همه بی‌ادبی در برابر فرامین الله تبارک و تعالی؟ خواهری عزیز من، خواهری عزیز من، از ماه ارزشمند رمضان استفاده بکن. این وضعیت نامناسبت را به وضعیت مناسب و از این پیروی از هوا و هوس و مکتب شیطانی به پیروی و اتباع و دنبال کردن فرموده ها و ارشادات الله سبحانه و تعالی و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تغییر جهت بده عزیز من، که با والله قسم این مسیر تو مسیر ناکامی است، این مسیر تو مسیر شرمندگی است، این مسیر تو مسیر رذالتی است که آینده بسیار خطرناک و ناگوار را برای تو رقم میزند. بنابراین این همه بی‌حجابی، این همه بی‌عفتی، این همه لباسهای نامناسب، این همه عشوه‌گری ها، این همه آرایشگری هایی که در بازار میبرایی، خودت هم و فامیلت هم، پدر و برادر، همه خانواده را به سوی گن میکشانی. برگرد به سوی پروردگارت عزیز من، خواهر عزیز من. این رمضان ممکن آخرین رمضان زندگی تو بوده باشه. برای الله معلوم است که تا رمضان آینده کی زنده و کی مرده. کی تضمین میتوانه؟ کی تضمین میتواند که بر یک ثانیه زنده بمانه؟ مگر شما بالای مقبره ها بگردین، پر از جوانان، پر از مردان و زنانی نیست که همه میخواستن در رمضان آینده توبه کنن، همه میخواستن سالهای زنده بمانن، در این زندگی عیش و عیاشی بکنن. سبحان الله، اینک در زیر آوارهای از خاک دفنن. چه کسی میتواند از وضعیتشان بر ما گزارش بده؟ عزیز من، چه کسی میتواند؟ چه کسی به درد اینها میخورد؟ چه کسی با اینها معیت میکند و دست اینها را میگیرد؟ مگر جز عمل، جز طاعات و عبادت دیگر کار دارن که در این خانه تنهایی و در این خانه تاریک و مکدر دستشان بگیرد؟ نه عزیز من، نه عزیز من. بیایید خواهران عزیز من، به خدا قسم وقت این همه وضعیت نابسامان و این همه وضعیت نامناسب خواهران مسلمان از بازارها برای ما گزارش میدهند، ما به معنای واقعی جگرخون میشیم. بیاییم رمضان فرصت برای تغییر است. تغییر بدیم وضعیت خود را، لباس خود را و گشت و گذار خود را، معامله خود را، معاشره خود را و روابط خود را با پروردگارمان تغییر بدیم عزیز من.
و جوان مسلمان، جوانی عزیز من، برادری عزیز من، آیا میشنوی این ندای یک برادر و یک مسلمانی که از جرفای دل با دل گرفته به تو ندا میکند؟ عزیز من، یک عمر ما در برابر پروردگارمان بد بودیم، یک عمریست که ما بندگان خوبی نیستیم. الله برای ما داد مهربانی کرد، الله برای ما لطف و کرم کرد، ولیکن ما از لطف و کرم الله سوء استفاده کردیم، ناسپاس بودیم. شکر علما این گونه تعریف میکنن که از نعمت الله برای معصیت انرژی نگیری، اما ما از وقتی که الله برای ما میده، از نانی که الله برای ما میده، از جوانی که الله برای ما میده، از قوتی که الله برای ما میده، ما استفاده منفی میکنیم. الله متعال برای ما رزق و روزی میده، نفس میده، آب میده، زندگی میده، ولیکن ما چه کار میکنیم؟ عمریست بدیم و با همین کاروانی بدی در حرکتیم. جوانی مسلمان، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. برای فردای نامعلومت که در فردای قیامت با چه نوع پرونده تو با پروردگارت روبرو میشوی، یک بار تجدید نظر بکن عزیز من. رمضان برای امی آمده هست،